جنگاور میشوم. کار دیگران را شما حل میکنید. تو به ماشین کمال سیاه بمب میگذاری. با دوست دخترش یک جای میمورد. تو از پس کمیسر اونال شده کارش را تمام میکنی. تو دفتر معزین را محکم میکنی. او را با دوست داشتهش به آن دنیا میفرستی. تو باشه دوست داشته کلس را گرفته به انبار میاری. جنگاور برای کمک کلت کلس که آید خودش بدام میافتد که گاه همشان میمرد. برایت پدر جان چیکار میکنی ناخلف؟ نشستم پدر. کاری دستم را بوسه کن زودتر. دستت را هم بسیاری ها بوسه کنند. عیدهای زیادی را بینی انشاءالله. کنی اینها را بگیر. ادانت است. شیرینی بگیری؟ پدر خیلی بهتر بیا. تو از دنیا خبر نداری. بین ماه را دیدم. عید رسیده است. سلطانم جانم. عیدتان مبارک شود سلطانم. بفرمایید شینید. عید شما هم مبارک باشد عزمی جان. عیدهای بسیاری را با هم ببینیم انشاءالله. انشاءالله. پسرم کنی خیز دستی مادرت را بوسه کن. وای خانم تولین اهمیت ندید. برای پدرم عید بر وقت آمده است. طاقت کنید. عیدتان مبارک باشد خانم تولین. عید تو هم مبارک باشد پسرم. پسرم به مادرت شیرینی و گلاب دراز کن. هلی زود باش. البته پدر جان حاضر. عزمی جان عصبی نشو. آروم این بچه خودش میکند. اینجا چی گپ است؟ بگیر پدر جان. به مادرت. مرحمت خانم. اول به مادرت. تشکر زیاد. تشکر. شیرینی هم گیرم. مرحمت. تشکر پسرم. دستی پدرت را بوسه کن. بیا دخترم. با چی خاطر چی گپ شده است؟ آخر ملیس جون وای پدرم عید. کدوم عید؟ شما دیوانه شدید مگر؟ ملیس جان برای جناب عزمی عید بر وقت تر آمده است. کنی دستش رو ببوس. بیا. کنی دخترم منتظرم. کنی ببوس. ببوس. بیا. دستی تو را هم بسیاری ها بوسند. عیدهای زیاد را بینی. خیلی دیگه این ایدانه تو است. شیرینی میخری. مایده کرده مصرف کن. ملیس جان نمیخواهم. باید پیشتر دراز میکردی. مایل شده. ناخلف. ساخته کار. کنی دستم را ببوس. در روز عید دشمنان دوست میشوند. دستم را بوس. بعدا همش را حل میکنیم. کنی بوسه کن. چی گپ است؟ ای برادر اهمیت ندید. برای پدرم عید قربان کمی بر وقت تر اومده است. البته آخر او دیوانه است که عید می آید. عیدتان مبارک باشد اما که عزمی جان. رحمت پسرم. عیدی تو هم مبارک باشد.
دستیت را هم بسیاره ها بوسن. اینا بگیر، این گردگی تو است. شیرینی میخری؟ بله رحمت کلام. کنی زارا جان تو هم رو اید گردکت را بگیر، دست عمک ازمی را بوسه کن. اید را مبارک باد بگو. چی خیلی ایدن؟ زارا یا دخترم، یا دستم را بوسه کن، منتظرم نکن. مبارک باشد دخترم. کنی بگیر، این گردکی تو است. شیرینی میخری، نشود سخیش میخری. خدا راضی باشد ولی وی نیست کاغذیش؟ مثل جوگی نشم دخترم. تشکر، ایدتان مبارک باشد. بیا قربانی را کشته خلطه کرده به فقیر و فقرا روانه کنیم. رفتیم پسرم. چی خیل قربانی پدر؟ ای وای دیوانه، رمضان را گذشت اکنون به عید قربان آمد. البته تو از کجا میدانی آخر؟ دیوانه ساختکار در عید قربانی ذبح میکنند. خیر، من با اجازت شما با بیمارخانه میروم. شوکت را بینم از کام برآمده است یا نیست، زیارتش کنم. خیر، روزتان بخیر. من هم میروم جانم. البته ما میرویم. عیدتان مبارک. عید شما هم مبارک. مبارک باشد. خیر. بیا رفته گوسفند را کشیم. اگر نایی نیا، من خودم تنها آن حیوان را میکشم. یا خدایا، خواهی بیا نخواهی نیا. ازمی جان، تو با کجا میروی؟ ازمی جان، با کجا؟ کمون خوبی همین خیلی نه؟ هیچ چیز نشده است. خوبم مشکلی نیست. وای برای تو میوگی پوست کنم، با تو ویتامین لازم است. روزادور ملیس چی خیلی میوگی ها؟ چی میدونم؟ وای فکر کردم بیمار هستی، روزه نگرفته ای؟ عزیزم مگر با هم در سحر خوراک نخیستیم؟ ولی برایم پرستوریت خوش اومد. با خدا اگر میدونستم که اینقدر در فکری من هستی خودم را پورا میکردم. باور کن. از تو را کشته به فقیر و فقرا تقسیم میکنم، ثواب میگیریم. فهمیدی؟ تو به تردگی نکن، ثواب میگیریم. کنی این طرف بیا. ملی کمال بیاید، از می گوسفند را میکشد. زود باشید، زودتر. ای بابا همیشه سن بیاید. داد کدوم گوسفند؟ ای ازمی جان لطفا نیستید نکنید، خواهش میکنم. تو هم ثواب میگیری. کنی آرامیست. آرام میگویم. آخر او از راستی گوسفند خریده است. کنی ای زودترم خواب کنی یا خدایا. پدر جان تو چی کار میکنی ها؟ چیکار میکنم؟ امروز روز عید است آخر، باید قربانی کنیم. پدر جان قربانت شوم، تو ایدها رو عوض کرده ای. تو کدام این را میگویی؟ خاموش ناخر، تو از من خوبتر میدونی یا خدایا. عید قربان است، عید است. این را باید کشم. بسیار نگو، بیا کمک کن. پایش را بیدار. ایست نگوریش. کجا میگوریشی؟ ازمی مادر تو باوری داری که با این آدم خانه دار میشوی؟ البته چی میشود در یک سال 2-3 بار عید شود؟ خدایا کاش که هر روز عید میشد. مادر در حقیقت تو هم دیوانه شده ای، تو هم عقلت را خورده ای. ملیس خاموش. ازمی جان دستگیرت میکنم، باید تو را کشم آخر. به کجا میگویزی؟ ایست آخر حیوان، ایست.
سلام جناب دکتر. رفیقم از کام برآمده است. او را دیده میتوانم؟ میتوانید بینید ولی او را بسیار ناراحت نکنید. خدا شفا دهد. بفرمایید. رحمت. به شرفی به نامو من تو رو میکشم. من تو رو چکار میکنی؟ یا خدایا. بخشش جان ایسته داخل چیکار میکنی؟ کیلاس جان یاردمم کن. میکشم او را. بانویم را گرفت از من. این پدر لعنتی خر چندین بار مرا فریب داده است. میکشم او را. ایسته داخل میمورد. رهایش کنه. رهایش کنه. سحر نصرانی گفته چی را نشاندی به من؟ چی نشاندی؟ میکشید این آدم را. هر دویتان را اژدها پاره کرد. هیچ کار کردن نتوانستید. قوتتان به این بیچاره میرسد. او حیوان بیشرف اگر بعد از هم افتاد آن شمشیر را به تربیه کمی با آدابانه گفتن در نزدمان زن است. این کار لازم نیست. اژدها است که از من او را با ماشین یک زدم به بالا پرید. بعدن اونال او را خلطه کرده کشت و رفت. مرده رفت. چی؟ اژدها مرد؟ آخر او را من کشتنی بودم. انتقام نمیگ و شرف را باید میگرفتم. او را باید من میکشتم. ایروی قانون نیوتن باید که من ویا میکشتم. لیکن در دست من که ایشی نبود او شمشیر داشت مرا کشت. السلام علیکم. السلام. پدر تو در کجا هستی؟ در کل بیمارخانه تو رو گفتم. تو چیکار میکنی اینجا؟ خواستم سیر و گشت کنم دخترم. اژدها سرخ اینها را هم یاددار کرده است. گفتم یک زیارتشون کنم. خدا با همتون شفا دهد. رحمت دختر. فسیبه. رفتیم پدر به خانه میرویم. میرویم دخترم میرویم. به خانه تو نه به خانه من میرویم. این که میشد مگر دخترم؟ اعتراض نمیخواهم پدر به خانه من میرویم. تو بازدید جانم. خیر. اکی کانون اکی شوکت تکرارن خدا شفا دهد. خدا شما رو به ما بخشید. خدا رو شکری زیاد. در امان خدا باشه. تو بازدید. دوا هجری دست رحمت هجری. خدا راضی باشد. در حق ما دعا کن. گپ نیست که. یا خدایا. با خدا سیر و گشت فایده دارد. هوای تازه میگیریم. حالا تو افطار وقت زیاد است. همین خیلی است. خوب شد که به بیرون بر آمدیم. ملیس پیاده رویم چی؟ سفسطه نگو. با این حالا چخیل می رویم. هیچ گپ نیست. با من فایده دارد. بیا پیاده رویم. خوب می رویم اگر که خوبی. ای سلام. تو پدرت رو چه خیل نگاه بین میکنی؟ چرا این خیل میکنی؟ چی گفتن میخوای هجری؟ پدرم رو نگاه کردن نمیتونم؟ نه میتوانی. آخر در خانه خودش خوبتر نگاه بینش میکردم. مازین درست میگه دخترم. من را در خانم خوبتر نگاه بین میکنم. نمیخوام که درد سر تو باشم. نه پدر تو رو من نگاه بین میکنم. به این هم هجری این رو گفتنی نمیخواست. میخواد اشاره کند که من ناعهده برو هستم. ناعهده برو؟ چی علاقه دارد؟ دروغ است؟ تو و خواهرت همیشه مرا ناعهده برو است نمیگفتید مگر؟ و خدا گناهم رو میگیری. نگاه کن حالا هم این کار میکند. چرا دخترم را ناعهده برو میگویی؟ نه من این خیل بیم جناب قدیر میفهمانم. از پدرم میپرسیم نباشد. دخترش هستم او مرا از همه خوب میشناسد. به فکرت من دختری ناعهده برو هستم؟ نه دخترم. چی علاقه دارد؟ این گپ از کجا برآمد؟ بین شنیدی مگر؟ پدرم ناعهده برو نیست میگوید. برای ناعهده برو گفتن زود بخشش بپرسی جری. چرا بخشش میپرسیدم؟ زود از دخترم بخشش پرس وگرنه احوالات بد میشود. پدر آرام باش. ما مشکلی خود را صحبت کرده حل میکنیم. لازم به زوراوری نیست. همین خیلی نیست هجری جان. منتظر هستم جونم.
چرا منتظری؟ منتظر عذر پرسیدنت. نه نمیپرسم. میپرسی. نمیپرسم. مرا ناعهده برا گفتی و عذر میپرسی؟ نگفتم و نمیپرسم. کافیست عصبم را خراب کردید. محسن بخشش پرس میگویم با همین موضوع تمام. نه جناب قدیر نمیپرسم. چرا نمیپرسی؟ آخر سنم لطفاً بیا وحیمه نکن. من وحیمه دارم؟ بله تو وحیمه داری. یعنی هم ناعهده برا و هم وحیمه شدم خیلی نه؟ سنم بیا دیگر جنجال نمیکنیم جانم. البته که به فایده‌ات نیست همین خیلی نه؟ چی به فایده من نبوده است؟ بس کنید جنجال هایتان را. حاضر من از این را به چپ میشوم. بس کنید. همیشه همین خیلی میکنی هجری. مجبور شوی همین خیلی میکنی؟ عذر پرس موضوع رو محکم کنیم. نه نمیپرسم. میپرسی. نمیپرسم. نجادت دخترم. پدر جا شده رفت سنم. با کجا میرود پدرم؟ منو بین. پدر؟ هجری دو پدرم رو بیدار. دخترم سنم کاری کردت رو دیدی؟ پدر ایست نترس آمده ایستادم. نترس جناب خودی رسیدم. یاریدید پدر کمکم کنید. پدر ایست نترس آمدم پدر. جناب خودی با دقت باشه. پدر هجری کمک کن پدر. همین خبری کنان دیوانه و شبکت را شنیدم. بسیار خوشحال شدم من. خدا نخواهد هیچ کس نمیمیرد اکی جوهر. پدر این چی گپ است؟ من هم نفهمیدم اکی جوهر. پدر اکی جوهر او رو بیدارید. امداد یاری دهید. هجری بیدم پدرم رفت. دویده ایستادم سنم. پدرت زود میرود. های کمکم کنید. پدرم افتید. بسیار بد شده. واه بیدم هجری بیدم. سنم من نگاه کرده نمیتوانم. امکان ندارد. آفتاب چشمم رو زد نمیبینم. هجری با چی حال آوردی پدرم رو؟ با این حالتمو نگاه کن. سنم من چیکار کردم؟ خودت رها کردی پدرت رو. یک لحظه جناب خودیر پایتان رو پویان کنم. بسم الله. برو باشه رو بیدار. او رو بیار این طرف بیار سنم. دخترم مرا با خانه هم بر. نه پدر من تو رو نگاه بین میکنم. مرا با خانه هم بر میگویم دخترم. گفتم که پدر نمیشود. کنی جزدانم رو بگیر. واه با این بیچاره با خدا دلم سوخت. رفتیم. سنم رها کن. یک طرفیست. جناب قدیر سخت بیدارید. بسم الله. آماده هستید میرویم. این رو بچه تیز نمیرود ولی جناب قدیر با این نگاه کنید. زیباچه است. بکشد. مادرش دختری زیبا تولد کرده است. وای ملیز جون تو رفتن گیر. من زود می آیم. تو چی گفته ایستادایی ها؟ هیچ چیز نگفتیم. تو پسیدهی کو. اگر خواهی با خانم ما سیر و گشت کنیم. برادر حاضر گوشویت را بریده با یک پایت آویزانت میکنم. وای من نکن تو کی را می آویزی ها؟ چیکار کرده ایستادم من؟ حالا یک هفته نشده است. اگر حاضر من اینها را بزنم میلیز دیگر با من امکان نمیدیم. لا حول ولا قوه. چی گپ شد؟ ترسیدی؟ برادر تو دختر رو رها کن به بیمارخانه رو. ما با دختر سر و کار میگیریم.
بیا رویم. این ابله‌ها ارزش این را ندارند. ба ту боварам намеояде вай аблаҳон дар назди ту маро гап медиҳанд ту бошӣ ҳеҷ коре намекунӣ. ту магар шарт нагузошта будӣ ки агар ман ҷанг кунам ба ман имкон намедиҳӣ? ту ҳоло ҳам гап мезанӣ? ба ман гапҳои бад заданд. ту бошӣ ҳеҷ коре намекунӣ. рав ҷазояшонро бидеҳ. гӯш кун, рафтам мезанаму баъдан боз нагӯй ки ба ту имкон намедиҳам. ҳоло ҳам гап зада истодая? рав ҷазояшонро бидеҳ. ана ҳамин хел иҷозатам деҳ. бин ҳам ман доғи ҳамин кор ҳастам. беадаб аст. ба худо ки беадаб аст. бачаҳо, иҷозат дода шуд. ҷазоятон бисёр вазнин шудааст. биёед акнун ҳисобро баробар мекунем. ту чӣ гуфта истодаӣ? мегӯям ки камтар пас ба беморхона меравед. 6 моҳ он ҷо мехобед. ин кӯдакро бинед дар назди духтар воима дорад ки моро мезананд. бародар, аз оне ки бо ман меҷангӣ кош бо туфангча сару кор мегирифтӣ. ҳатто бо ҳамин ҳол ҳам ҳамаро мешиканад. ором шудам. ба худо хеле вақт буд ки адаби касеро надода будам. чӣ кор кардӣ? онҳоро ягон беморхона қабул намекунад. бизан гуфтӣ задам охир. бизан гуфтам, вале то ин дараҷа не. охир онҳоро куштӣ. ту чӣ хел одами бефикр ҳастӣ? хай чӣ кор кунам? чӣ донам, дасти вазнин дорам. касе мушт хӯрад бояд 6 моҳ дар беморхона хоб кунад. ҳозир ба ту дасти вазнинро нишон медиҳам. биё рафтем. гӯш кун. як бори дигар ҷанг кунӣ, дигар ба ту имконият намедиҳам. оҳ худои ман, ин чӣ ранҷ аст ки ман аз ин духтар мебинам. ҷонам, биё рафта рӯзи тӯямонро муайян кунем. рафтем. зиё, ту боз чӣ ҷиноят кардӣ? не чаро ин хел мегӯӣ? ба хайр аст? ин хел бошад чаро аз нам омадааст? чӣ медонам, аз худаш мепурсем. ба хайр аст унал, шумо чаро омадед? ба ту чия? ба ту ҳисоб одиям. барои зиёрати канони девона ва шавкат омадем. яъне ту дигар зиёро дастгир намекунӣ, аз пасаш нестӣ? ягон мушкилӣ нест ҳамин хел, не? не, то вақте ки дар дастам ягон далели қонунӣ нест, ба ӯ даст намерасонам. ин хел бошад барои хонадор шавиямон монеа нест. нею ту ба ин бовар накун. ҳар лаҳза метавонад ки ягон ҷиноят кунад. шумо ҷанобон барои зиёрати бемор равед, мо ҳам оҳиста оҳиста мегурезем. даҳанат гиз майда майда гирехтан гир. ту ором наместӣ. хайр. сардорам, мегӯям ки айни ҳол аз пушти калтакелас нестем. рафта аризаи ба нафақа баромадан моро нависем, дигар дакаса мерем дар лаби бар мешнем семичка хӯрда. ту дуруст мегӯӣ, Левент. дилгир шудам аз дасти ин калтакеласи бадбахт. умрамро хӯрдем бешараф. биё беморҳоро зиёрат мекунему, баъдан ба амният рафта аризамонро менависем. биҷиқи пеш бидро. ту аз паси духтар шав, ман уналро ҳал мекунам. мойлаш. падарҷон, барои ту шӯрбо пухтам. шиками гурусна дору хӯрдан мумкин нест. раҳмат духтарам. кани бихӯр. сӯхтам. чӣ шуд, падар? бисёр гарм аст, сӯзондӣ. воҳима накун, падар. он қадар гарм ҳам набудааст ку. духтарам, ту магар рӯзадор набудӣ? эй вой, фаромӯш кардам. сӯхтам. падар? сӯхтам. падар, ист, падарҷон. як дақиқа, падар. наҷотам диҳед, сӯхтам. як дақиқа, падар, ист. наҷотам диҳед. чӣ гап шуда? санам. наҷотам диҳед. сӯхтам.
جناب قدیر سنم نجاتم ده هجری عهده برای شما را هم سوزانده یک سویستید حوزی همش نقل میشد. چی شد پدر؟ یا خدای مهربان مازین کمکم کن زودتر یا خدای با دقت باشید خودی با دقت باشید سنم تمام است به هیچ چیز دست نرسانید تیمور آرام در جایت است بخششی بسیار پدر دخترم تو نیت کشتن مرا داری معذرت میخواهم پدر آخر من چی دانم دختر من که نادر برا نبود کو تو هم گفتی پدر امازین یا اینکه تو دختر ما رو همین که ناهده برا کردی ها باز گناهگار من شدم یعنی زود یگان یاری تجلیل را چفتنید آه پدره آه پدر سنم یک لحظه به بیرون میبرایی بیا بیا بیایی اژدها رسوف مرا کشتن نتوانست این دختر میکشد در حال از اینجا گریختن لازم بفرمایید بابای قدیر در کجا هستی؟ در همین نزدیکی بابای قدیر زود بیاید که این دختر مرا میکشد زود بیاید زود سنم پدرت رو اینجا نگاه کرده نمیتوانی چرا نمیتوانستم؟ نگاه بین دارم کو؟ بسیار خوب نگاه داری بیچاره رو در یک حالی بد نگاه داری نمیبینی که با او چی کار کردی تو؟ در بولش یک کاسه شوربای گرم ریختم چی شد؟ او پدری من است من از همه خوبتر او رو میفهمم بله میفهمی بالای سوخته نمکاب میپاشی تو بیچاره چی گناه داره؟ شما چرا آمدید؟ بابای قدیر دعوت کرد برای بردن او آمدیم نه پدرم را به هیچ کس نمیدهم او پدری من است با من میایستد هیچ کجا نمیبرید سوختم نجاتم دید بابای قدیر خوب هستی؟ عربه چرا بیار زود عربه چرا بیار این تلفن را هم در جای بد گذار گیر دستونت رو نمیگیری پدرم رو سنم ایست زود باشد این نبرید پدرم رو گفتن سنم ایست آرام شو لطفا برای برید مرا از اینجا زود مرا از اینجا برید زود باشد پدرم رو میبرن تو باشی اینجا ایستاده ده ایست سنم تو اینجا انتظار شو به هیچ چیز دست نرسونید این مرا سر ده های کن چی ایستادی ایست با من دست نرسونید های کن کستر زودتر ما از این را بهوده کشتنی بودیم این کار لازم نیست او با دختر همیشه را عمر نمیبیند برطورید آی ستر من میخواستم پدرم رو نگاه بین کنم ای جانا میدونی چی ایست کمی شفای و بعد نگاه بینش میکنی آنها او رو خوب نگاه نمیکنن لا حولا ای من به مسجد میروم منتظر شو من هم میروم لباسم رو عوض کنم یا خدایا با این پرمی نفقوی به کجا میروم اینجا کجاست اسپانیا اینجا میشود در اینجا زندگی میکنم سردارم با شما یک پیغام اومده است پیغام گفتی از کی؟ باور نمیکنید ولی از سقراط سقراط می؟ بله مگر نمرده است او؟ پیغام رو پیش از مردن سپرده بوده است بچه ها از نظر گذراندن در بولش یک نوشتجات بوده است نوشتجات؟ بله بعد مردنش به شما تسلیم شدنش رو نوشته است خب کنی بینم مرحبا سردارم در درونی چی باشد؟ نمیدونم سردارم ندیدم شد تمام میتوانی که روی مایلش چی گپ هست آشنا سقراط از اون دنیا به من پیغام میفرستد کنی بینم این چی دارد
لعنتی سقراط کی بودن جنگاور را میدانسته. این مراتب از دستم خلاصی نداری. کنین نقابت را کش و رویت را به من گردان، رویت را نشان ده. حضرت هجری جنگاور هجری بوده است. هجری چی علاقه دارد؟ بله خیالی برای کشتن هجری آمده بود. سقراط که بودنی جنگاور را میدانسته است. جنگاور هجری بوده است. او این را میدانست. اوه هجری، اوه حضرت هجری، اینقدر وقت تو ما را چه خیل فریب دادی؟ سردارم یک خبری بسیار بد دارم. متاسفانه به نفقه برآمده نمیتونیم. یعنی نقشه های نفقه ما رو باید کمی به قفا پرتویم سردارم، چون که سلاحی که سقراط را پراندن پیدا شد و در بولش مثل که شما تخمین کرده بودید ایزی انگشت کرتکلس است. سردارم خوب هستید؟ وای وای سردارم وای. البته از نقشه نفقه برآمدن بسیار مشکل است. صبر کنید کم مون سردارم. کرتکلس رو دستگیر کنیم بعد به نفقه میریم در باز. چه خیل نفقه؟ من نفقه پفقات را هر دوتون تمام شدید. اکنون هر دوتون در دستم هستید. هر دوشون کیستن سردارم؟ لبه اول کاری کرتکلس رو تمام میکنیم. رفته مرده گفتید ده کس دستگیر میکنیم او را کی را در نظر داشتیم بفهمون؟ به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت بارحم. محترم جماعت، این امر معروف امروزه امان در موضوع کتاب مقدس قرآن و معجزه های آن می باشد. کتاب قرآن این خود یک معجزه است که از جانب پروردگار عالمیان برای فرزندان آدم همچون راهنما و واسطه خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شده است. این کتاب تصدیق کننده کتاب های پیشین می باشد و در این کلام هیچ اشتباهات وجود ندارد. طبق آیات های این کتاب قرآن کریم را خداوند در شب قدر به پیامبر فرستاد. خداوند در سوره آل عمران آیت 7 می فرماید: او کسی است که این کتاب آسمانی را بر تو نازل کرد که قسمت از آن آیات های محکم یعنی روشن و آشکار است که اساس این کتاب می باشد و هر گونه پیچیدگی در آیات های دیگر با مراجعت به اینها برطرف می گردد و قسمت از آن متشابه است. آیات هایی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهت های دیگر در نگاه اول احتمال گوناگون در آن می رود، ولی با توجه به آیات های محکم تفسیر آنها آشکار می گردد. اما آنها که در دلهایشان کجروی است به دنبال آیات های متشابه هستند تا فتنه انگیزی کنند و مردم را گمراه سازند و تفسیر نادرست برای آنها می طلبند، در حالی که تفسیر آنها را غیر از خدا و راسخان در علم نمی دانند. آنها که به دنبال فهم و درک اسرار آیات های قرآن در پرتو علم و دانش الهیان می گویند ما به همه آن ایمان آوردیم، همه از طرف پروردگار ماست و غیر از صاحبان عقل متذکر نمی شوند و این حقیقت را درک نمی کنند. کتاب قرآن این آخران حکم خدا برای بندگانش تا روز محشر می باشد و در آن هیچ تغییرات وارد نگردیده و نخواهد گشت. دلیل این گفته ها خداوند در سوره هجر
oyati 9 می‌فرماید ما قرآن را نازل کردیم و ما با طور حتمی نگهدار آن هستیم. همچنین خدا در آیات‌های 41 و 42 سوره فصیلت می‌فرماید کسانی که به این ذکر یعنی قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند نیز بر ما مخفی نخواهد ماند و این کتابی از حتما شکست ناپذیر که هیچ گونه باطل نه از پیش رو و نه از پشت سر به سراغ آن نمی آید، زیرا از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است. هر کسی از کتاب قرآن پیروی می کند او به چیزی نیازمند نیست و آن کسی که از پیروی آن دست می کشد پناهگاهی ندارد. پس از کتاب خدا و حکمهای آن پیروی نمایید. عالم و ستاره شناس با نام عدنان شریف که در امارات متحده عرب زندگانی می کند در موضوع یکمین کیهانورد یوری گاگارین یک مقاله علمی عجیبی را در تاریخ آدمیزاد نشر نمود. خداوند عاید یکمین انسان کیهانورد در قرآن کریم 1400 سال پیش این جانب خبر داده بود. دلیل گفته‌هایش آیات‌های 12 تا 15 سوره هجر میباشند که این آیات‌های قرآن کریم بعد از 1400 سال برای آدمیزاد تفسیر خود را پیدا نمود. 12 اپریل سال 1961 در تاریخ آدمیزاد یکمین مرتبه اتحاد شوروی یعنی SSR کیهانوردی را با نام یوری گاگارین به کیهان فرستاد که این یک معجزه بود برای انسانیت. یوری گاگارین با موفقیت به کیهان برآمد، زمین را از بالا مشاهده کرده در حیرت افتاد و این سخنها را به زبان آورد. این چی است که من میبینم؟ ما را چشم بندی کردند، بلکه ما سرتاپا سحر شده ایم. آنچه را که با چشم خود میدید باورش نمی آمد. فکر میکرد که همه این در خواب است و سحر و جادو است. سخنهایی را که یوری گاگارین بعد از دیدن زمین از کیهان به زبان آورد طریق اسبابهای رادیو شنوانی از زمین ثبت گردیدند. اکنون می‌نگریم با آیت 14 و 15 سوره هجر. خداوند در آیت 14 و 15 سوره هجر می‌فرماید و اگر در از آسمان برای آنان بکشاییم و آنها پیوسته در آن بالا روند باز میگویند ما را چشم بندی کردند، بلکه ما سرتاپا سحر شده ایم. هر سخنی که یوری گاگارین به زبان آورد و طریق اسباب‌های رادیو شنوانی از زمین ثبت گردیدند. خداوند 1400 سال پیش در قرآن کریم این را ذکر نموده بود. این از معجزه‌های قرآن. ببینید خداوند در آیت 12 و 13 سوره هجر می‌فرماید ما این چنین و از هر طریق ممکن قرآن را به درون دل‌های مجرمان راه می‌دهیم، اما با این حال آنها به آن ایمان نمی‌آورند، ولی پیش از این ایمان داشتند. روش قوم‌های پیش نیز چنین بود. سال 1961 در اتحاد شوروی ساخت دولتداری کمونیستی فعالیت میکرد و آن نفرانی که در مرکز کیهانوردی شوروی کار میکردند مسلمان نبودند. پیش از انقلاب اکتبر در دولت‌های سابق اتحاد شوروی هم کلیساها و هم مسجدها موجود بودند که انسان‌ها آزادانه طاعت و عبادت میکردند، اما بعداً همه این را ممنوع کردند. عمیق و دقیق آیات‌های 12 و 13 سوره هجر به این گردش‌های انقلاب تعلق دارد که پیش به خدا ایمان داشتند اما بعداً رو گردانیدند. این معجزه و پیشگویی قرآن را یک نشریات خواست که طریق روزنامه نشر نماید، اما راهبران آن زمان اجازت ندادند که صدای یوری گاگارین و دلیل‌های قرآن کریم دسترسی مردم گردند. چون این معجزه قرآن کریم را چند سال پیش به یک سابق کارمند مرکز کیهانوردی نقل میکنند. او میگوید راستی من نه تنها از سخنهای یوری گاگارین که تصدیق آن آیت 15 سوره هجر میباشد در حیرت افتادم، بلکه آیت 14 سوره هجر برای من حیرت آورتر است. خداوند در آیت 14 سوره هجر میفرماید و اگر در از آسمان برای آنان بکشاییم و آنها پیوسته در آن بالا روند. ببینید جماعتی عزیز، خداوند میفرماید و اگر در از آسمان را برای آنها بکشاییم. با دقت باشید، در آسمان را برای آنها بکشاییم چی معنا دارد؟ این کارمند مرکز کیهانوردی میگوید در حقیقت آسمان درهایی دارد که ما آنها را سالهای دراز تحقیق کرده پیدا نمودیم. چون این سخن را از قرآن کریم میخوانم
باورم نمی‌آید. بعداً ilova می‌کند اگر کشتی کیهانی از راهی که ما در آسمان پیدا کردیم به اندازه کوتاه کج رود وارد آسمان نمی‌گردد. همچنین کیهان‌آوردان نیز هنگامی بازگشت طریق آن درهای کشاده آسمان پایان می‌آیند. در صورتی که به اندازه از آن درها کج روند آسمان آنها را به بالا تیله می‌دهد و پایان آمده نمی‌توانند. این از معجزه‌های قرآن کریم برادران. بعضی آیات‌هایش هزار ساله‌ها بعد تفسیر خود را پیدا می‌نمایند. خداوند می‌دانست که روزی به انسانیت علم می‌دهیم که از زمین بیرون می‌روند و چون زمین را از کیهان مشاهده می‌کنند باز می‌گویند مگر ما در خواب هستیم یا ما را جادو کردند. امروزها همه ما چون شناسنامه یا یگان حجت می‌گیریم مقامات‌های ایزی انگشت‌های ما را طریق اسباب‌های کامپیوتری نصب می‌نمایند. جماعت عزیز، ایزی انگشت هر انسان گوناگون است. در جهان نیست انسانی که ایزی انگشتش به یکدیگر مانند باشد. از هر نفر گوناگون است ایزی انگشتش. این معجزه آدمی را چندین سال پیش افشا کردند. اما خداوند در قرآن کریم در آیت 1 تا 4 سوره قیامت می‌فرماید: سوگند به روز قیامت و سوگند به نفس لوامه و وجدان بیدار و ملامتگر که روزی رستاخیز حق است. آیا انسانی میپندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ آره، قادریم که حتی خطهای سر انگشتان او را موزون و مرتب چگونه ای که بود دوباره برقرار سازیم. در آیت 4 این سوره خداوند 1400 سال پیش فرموده است که حتی ایزی انگشت‌های انسان را دوباره چگونه ای که بود با آن گوناگونی و نازکیش برقرار می‌سازیم. اینها معجزه‌های قرآنی. همچنین خداوند در سوره رحمان آیت 19 تا 21 می‌فرماید: دو دریای مختلف شور و شیرین، گرم و سرد را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم چسبیده هستند. در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی‌کند و به هم آمیخته نمی‌شوند. پس کدام یکی از نعمت‌های پروردگارتان را دروغ می‌شمارید؟ جماعت عزیز، در سیاره زمین دو دریای با هم چسبیده کلان موجود است که بین آنها پرده قرار دارد. نه آب آنها با هم آمیخته می‌شوند و نه جاندارهای آبیشان. تفسیر این آیت قرآن کریم را عالم مشهور و بحرنورد فرانسوی ژاک ایف کوستو در سال 1962 افشا نمود. او میگوید هنگام دیدن این منظره باورم نمی آمد که چون این چیز موجود است در روی زمین. این یک معجزه است که سرحد قانون‌های فیزیکی و کیمیایی را عبور کرده است و عقل آدمی در برابر این معجزه ناتوان است. آن بحرنورد بعداً به قعر این دریاها پایین شد و افشا نمود که دو دریای با هم چسبیده نه آبهایشان با هم آمیخته می‌شوند و نه جاندارهای آبیشان. میگویند چون این معجزه قرآن کریم را به آن عالم نشان دادند باورش نمی آمد و بعداً دین اسلام را قبول نمود. قرآن این یک کتاب پر اسرار است محترم جماعت که به تمام سوالهای انسانیت جواب می دهد. خداوند در سوره بقره آیت 23 می فرماید: و اگر درباره آنچه بر بنده خود پیامبر نازل کردیم یعنی قرآن شک و تردید دارید حد اقل یک سوره مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا برای این کار دعوت کنید اگر راست میگویید. خداوند به آنهایی که به این کتاب شک و شبهه دارند میفرماید اگر راستگو هستید پس یک سوره مثل سوره های قرآن کریم نوشته کنید. جماعت عزیز، وقتی نماز هم نزدیک شد معجزه های قرآن کریم بیکنار است، اما من مختصر چند آیت آن را برای شما شرح دادم. خدا خواهد در موعظه های آینده این موضوع را کشاد و وسیع‌تر برای شما بیان می‌سازم. باقی خداوند نگهدار همه شما باشد. آمین. آمین. هر دوشان گفته کی رو در نظر داشته کنند؟ لوند جنگاور کی است میدونم پسرم. یو بسم الله اکاونال بگو جنگاور کی وجدانی سال میگم کسا نمیگم. اول کلتکل از رو دستگیر کنیم بعدم با تو میگویم. مردک هستی با دوا 100% بگو خی. لاقی هستی برای همین پرنده رو از دست میدیم، اما تنها همینش رو با تو میگویم لوند. جنگاور از کسانی نزدیک ما از تو او را خوب میشناسی. سردارم شما قصد کشتن من رو دارید؟
میخواید که من از کسل این فکر مورم؟ از برای خدا بگوید که کی است جنگاور؟ پسرم کمی صبر کن میفهمی. یا خدایا باورم نمیاد سردارم. شما با من باوری ندارید؟ نه باوری دارم، اما من به زبان سرگپ تو باوری ندارم. یا خدایا بسیار خنده‌آور. یا خدایا دیوانه میشم کی باشد این جنگاور؟ میگوی شناسی خودمونه این پدرلت کی باشه؟ کمتر فکر کنم بازی. میگم داملو عزمی دیوانه نباشه. مامن وایرا تولین نباشه. ها تولین نخود جنگاور زنک باشه. یکم بیا پول چودست نکه بگو که جنگاور. این کار را هم حل کردیم. جانم بیا رفته برای ماهی اصلمون چیپ تگیریم. در حال. چی شده باشه؟ تسلیم شب کلتکل است. یازنه چی کار میکنی؟ شوخی میکنی؟ گفتی زیا رو دیگر دستگیر نمیکنی کو؟ در گذشته بود زهرا، اکنون به محبس میرود. چی شده سونال؟ باز مثل گذشته شدیم. چی میخواهی؟ رهایم کن. گپ نزن. سلاحی که سخرات رو پرانده بودی به دست آوردیم. بیعقل. نه پرانده بودم اونال، خودم را محافظت کردم. خودت هم میدانی که این کار را نکن. التماس مانع خانه‌داری ما و زهرا نشو. از محبس بر اومده خانه‌دار میشوی، البته اگر زنده مانی. پروا نکن، برمیگردم زهرا. تا وقتی که زنده‌ام دلم برای تو میتپد. نزدیک شو. شد بگیر. نزدیک بیا. دستونشو ببند. ایست ابله ایست. یه نمار بس نگریز. یا گریز زیا رو یاری دادنم در کن. تنها تو را نه، همکارت را نیز دستگیر میکنم. همکارت کیست میدانم. کدام همکار اونال؟ من تنها کار میکنم مگر نمیدانی؟ جنگاور کت میدانم خزنده. بعدی تو او را هم دستگیر میکنم. جنگاور خطی کلتکل چیلو خامنی داره کردن. خیلی بگو که ما هم بفهمه مکه. چی ها میگویی؟ هر دوشون یک جای کار میکنن، همکار هستن. هم مردک میمری که بگو جنگاور کیه؟ یک گم شو دو. خیرو چند دوام مکه. ایستا. هجری برای افطار بسیار یک دسترخوان زیبا آرستم. برای تو بهترین شیرینی ها را پختم. وای شرط نیست که بهترین شیرینی آماده کنی. آخر در آزمون کدبانو اشتراک نمی کنی کو. خوردن شود بس است. با من شرط میکنی؟ توبه استغفرالله، شرط کردن جایز نیست. اوه هجریه. کجا شد؟ کجا شد؟ لوید تو به اون طرف رفت. من نکنم لکن ترسیدم ابراد نمیگردم.
تحصیل میشه به شرف. اونر بیعقلی نکن، رها کن روان، من گناه ندارم. اونر سردار ما پرونده، حیاتو چوخ کرده گل است. من نپراندم لعین. سردارم التماس خطا بعد از بگی شیرینا، التماس اگر شما بمرید لبنت صغیره میکنید. ما آرزو داشتم که سیره نمیگیرم در تویم شما را دعوت بکنم. اگر بچه دار میشتم نوشم اولار میمون. سردارم مردک چیو بازد نمیبروی که اولار سردارم. سردار، کار اونال تمام. آفرین، کار خوب کرده.